به نام خداوند جان و خرد. رادیو مهر تقدیم می‌کند برنامه‌ای که در آن می‌شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می‌کنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همین فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. سلام بر شما همراهان گرامی رادیو مهر. پدران و مادران عزیز، امیدوارم سلامتی شما و فرزندان عزیز و نور چشمانتان همیشه خوب باشد و خانواده‌تان و کاشانه‌تان آباد. یادآور می شویم که در این برنامه روی سخن ما با شما است. امیدوارم سلامتی شما و فرزندان عزیز و نور چشمانتان همیشه خوب باشند و خانه و کاشانه‌تان همیشه آباد. اینجا رادیو مهر است و من سعیده عبدالله زاده هستم، مجری برنامه کاشانه مهر. در این برنامه مثل همیشه به چند نکته تربیتی به طور خلاصه اشاره خواهیم نمود. مهمترین مسئله برای تربیت درست و خوبی فرزندان ایجاد صمیمیت بین ما و بچه ها. اگر بین ما و فرزندانمان صمیمیت ایجاد شود، تربیت به آسانی صورت خواهد گرفت. پدر و مادر در بیشتری وقتها خطا و اشتباه فرزندان را می بخشند. اصلاً همیشه می بخشند، اما خوب است که این گذشت‌های ما باعث جسارت او نشود. یعنی طوری رفتار نکنیم که این کار در نظر او یک کار بیهوده دیده شود. باید سعی کنیم که با فرزندانمان به صورت امر و دستوری صحبت نکنیم. اینچنین فرزندانمان را در نزد دیگران با احترام صدا بزنیم. با بهانه‌های گوناگون و مناسبت‌های مختلف برایشان هدیه بگیریم. هنگام گفتگو تحمل داشته باشیم. با آرامش به حرف‌هایشان گوش دهیم و بدون اینکه خود را در جایگاه پدر یا مادر بدانیم، خود را یک دوست صمیمی و همسن سال او بدانیم. یک نکته مهم این است که فرزند خود را همان طوری که هست بپذیریم و با بچه‌های دیگر مقایسه نکنیم، زیرا این کار سبب می شود که مهر و محبت ما در دل فرزند کم کم از بین می رود و آهسته آهسته فرزند را از دست دهیم. در بعضی وقتها با فرزندانمان مشورت کنیم و نظر او را هم بپرسیم. حتی اگر تصمیم ما درست و صحیح است، اما در بیشتری وقت مشورت با اعضای خانواده را فراموش نکنیم. مخصوصاً اگر تصمیم ما در خصوص فرزند ما باشد، حتماً به نظر وی گوش دهیم. مثلا
معمول است که ما فرزندمان را دوست می داریم، اما گاهی لازم است همان دوست داشتن را با جمله های شیرین و شیوه های غیر کلامی و محبت آمیز و عملی اظهار کنیم. مثل عزیزم، تو فرزند دلبند من هستی. کم کم به نکته بسیار مهم نزدیک می شویم. از سرزنش کردن فرزندان در حضور دوستان و آشنایان خودداری کنیم و به جای آن عشق و علاقه خود را نسبت به او بر زبان جاری کنیم. فرزند ما باید بفهمد که ما همیشه در کنارش هستیم و او را دوست می داریم. این گونه است که کودک ما نگاهش به زندگی و اطرافیانش یک نگاه مثبت و صمیمانه می شود. همدیاران عزیز، همینجا صحبتمان را به پایان میبریم. همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.